من امروز اینجا هستم تا کتاب روح تسخیرناپذیر نوشته مایکل سینگر رو خوانش کنم. قبل از اون میخوام فضایی رو که درش قرار گرفتم و براتون توصیف کنم. فصل بهار اردیبهشت ماه. درختای روبروی من همه لباسای سبز کمرنگ پوشیدن. اینجا بهار خیلی دیر میاد. هوا بیشتر سرده و زمستونای طولانی، بهار خیلی کوتاه، تابستون کوتاه و دوباره هوا سرد میشه. ولی الان چیزی که روبروم دارم میبینم یه عالم زیبایی که با نور خورشید، آسمون آبی، همه با هم دیگه نقاشی زیبا رو جلوی من نشون میده. من این کتاب رو قبلا خوندم و خیلی ازش لذت بردم و در واقع خیلی از گره‌های کور زندگیم که بهشون فکر میکردم رو با خوندن این کتاب تونستم ببینمشون، بازشون کنم و در واقع حلال خیلی از سوالای من بودن. واسه همین تصمیم گرفتم این کتاب رو خوانش کنم و تقدیمش کنم به دخترم شیوا به عنوان تولد 35 سالگیش. امیدوارم اونم این کتاب رو گوش بده و ازش لذت ببره و بتونه از راهنمودا و چیزایی که توش گفته استفاده کنه. این کتاب واسه یه بار خوندن واقعا نیست، واسه اینه که بارها اونو بخونی یا بارها اونو گوش بدی و ازش استفاده کنی تو تمام مراحل زندگیت. من کتاب رو شروع می کنم از فهرستش. این کتاب 5 تا بخش داره و 19 تا فصل داره و اینکه در ابتدای این کتاب سخن بزرگان رو در معرفی این کتاب روح تسخیرناپذیر گفته که من براتون میخونمش. در کتاب روح تسخیرناپذیر مایکل سینگر شما رو از مسیر گایانا که حالتی از یوگای ذهنی است قدم به قدم به سوی سرچشمه هدایت میکنه. بالاتر این که او برای این کار سادگی زیبایی داره. این کتاب رو با دقت بخونید و چیزی بیش از نگاهی سریع به ابدیت در آن خواهید یافت. دیپ چوپرا، نویسنده زندگی پس از مرگ، تولدهای جادویی، میگه مایکل سینگر با کلامی شفاف و بی‌پیرایه جوهره و اصل تعالیم بزرگ معنوی عصرهای مختلف رو به تحلیل درآورده. هر فصل از روح تسخیرناپذیر شکلی از مدیتیشن هدایت شده است که در ارتباط نزدیکی با وضعیت موجود انسانی ما و نشون میده چگونه میشه با لطافت و زیبایی هر گرهی و گوشود تا روح ما بتونه به پرواز درآید. دقت و سادگی بیان این اثر بزرگ مقیاسیه برای سنجش عظمت اون. در این کتاب عمق معنویت در دستان شماست. در اون آینه‌ای خواهید یافت
تا به ذات مقدس و نامشروط خود بنگرید. اگه به دنبال معنویتی فارغ از حصارهای اصول و مناسک هستین، این کتاب رو بخونید. جیمز اودنا، ریاست انستیتو علوم نئوتیک. مایکل سینگر ذهنم رو به سوی ابعاد جدیدی از ابدیت گشود. در روح تسخیرناپذیر من به روشنی جدید و هیجان انگیز دچار چالشی روانشناختی و عقلانی شدم. البته نیازمند بیش از یه بار روخونی و ساعتها درون‌نگریه، ولی خوندن کتاب روح تسخیرناپذیر الزامیه برای تمام کسایی که از جستجوی درک خودشون و درک حقیقتن. اینو رابی زلمن، نویسنده صمیمیت معنوی، گفته. لوئیس کیاواچی، قائم مقام ارشد مری لینچ، مدیران پژوهشی، گفته روح تسخیرناپذیر درمانی اعجاب انگیز در مسیر آگاهی به سبکی واضح و قدرتمند به نگارش در اومده. مایکل سینگر سکوی محکم برای اونایی برپا ساخته که در سفر معنوی هستند. عبدالعزیز سعید، پروفسور مطالعات صلح، استاد صلح اسلامی در دانشگاه آمریکایی، گفته این اثر شادی بی پایان در روح‌های گرسنه جهان دمید. مایوگا شاکتی ساراسواتی، بنیانگذار میسیونرهای بین‌المللی یوگا شاکتی هندوئیسم امروز، گفته شرق و غربم غرب. ولی مایکل سینگر در رساله پرتلالو این دو سنت بزرگ رو به هم پیوند داده. اینکه چگونه در زندگی از کاوش معنوی تا رنج‌های زندگی روزانه موفق و سربلند باشیم، به گفته فروید زندگی ترکیبی از عشق و کاره. شاهکار سینگر با بیانی ساده، زیرکانه و با منطقی کوبنده این تفکر رو به کمال نزدیک‌تر کرده. با نشون دادن این هر دو به عنوان دو قطب از یک اخلاص فارغ از خود. ری کوبوزیل، مخترع با دریافت مدال ملی تکنولوژی و نویسنده عصر ماشین‌های معنوی، گفته کتابی اثرگذار و سرنوشت ساز که صادقانه بگم مرتبه ویژه‌ای داره. مایکل سینگر به شیوهی ساده که با پارادوکسی عمیق به اون ژرفا بخشیده، خواننده رو به سفری میبره که در آغاز اون آگاهی در اسارت خودشه و در پایان مسیر به برای نزدیک بینی ها دست پیدا میکنه و در آن تصویر خود به حالتی از آزادی درونی و رهایی رسیده. اثر مایکل سینگر هدیه‌ای است گرانقدر برای تمام کسایی که همواره در جستجوی پایان ناپذیر و کاوش زندگی پرمعنا و خلاق هستند. یوگی امریت دسای، پیشگام بین‌المللی یوگای مدرن. مقدمه میگه و بالاتر از همه با خویشتن خود صادق باش که این امر برای ادامه راه لازمه، همانطور که روز برای شب، آنگاه همگان تو را باور خواهند داشت. ویلیام شکسپیر. کلام ماندگار شکسپیر که از دهان پولونیوس خطاب به فرزندش لورتس در پرده اول نمایش هملت به گوش میرسه بسیار واضح و شفافه. این کلام به ما میگه که برای حفظ ارتباط صادقانه با دیگران ابتدا باید با خودمون صادق و رو راست باشیم. با این وجود اگه لورتس تصمیم میگرفت که با خودش کاملا صادق باشه، شاید متوجه میشد که پدر در عین سادگی گفتار ولی از او خواسته که باد را در دست گیرد. در واقع با کدام خود باید صادق باشیم؟ هنگام خود
که در هنگام خلق بد ظاهر می شود یا اون خودی که هنگام ارتکاب خطا احساس حقارت می کند؟ خودی که به هنگام غم و پریشانی از اعماق تاریک قلب ما سخن می گوید یا خودی که در لحظات گذرای سبکی و رویایی زندگی ظاهر می شود؟ برخورد با این سوالا ما رو متوجه میکنه که مفهوم خود قدری مبهمتر از اونیه که ابتدا تصور میکردیم. اگر لورتس میتونست به روانشناسی سنتی رجوع کنه، شاید این دانش قدری مشکل اونو روشن میکرد. فروید، پدر روانشناسی، روان رو به 3 بخش تقسیم کرده: نهاد، اید، من، ایگو و فرامن، سوپر ایگو. به عقیده وی نهاد همانند طبیعت بدوی و حیوانی ماه. فرامن سیستم قضاوتیه که توسط جامعه در ما شکل گرفته و من نماینده‌ای از سوی خود در دنیای بیرون که در تکاپوست تا بتونه تعادلی بین 2 نیروی قدرتمند دیگر برقرار کنه. ولی این تعریف به طور یقین کمکی به لورتس جوان نمی کرد. با دانستن تمام این موارد، سوال همچنان اینه که با کدام یک از این نیروهای متضاد باید صادق باشیم. باز میبینیم که مسائل همواره به اون سادگی نیستن که به نظر میرسن. اگر به خود جرأت بدیم و از سطح واژه خود عبور کنیم، سوالایی مطرح میشن که بسیاری ترجیح میدن حتی اونا رو مطرح نکنن. آیا تمامی جنبه‌های وجودی من به طور برابر بخشی از خود منه؟ یا اینکه تنها یک من وجود داره و در این صورت کدام، کجا، چگونه و چرا؟ در فصلهای بعدی کتاب سفری خواهیم داشت برای اکتشاف خود، ولی این سفری به سوی سنتی آن نخواهد بود. این سفری به شیوه سنتی آن نخواهد بود. در این راه نه به طور کامل به بزرگان حوزه روانشناسی متکی خواهیم بود و نه به فلاسفه بزرگ. بین نقطه نظرات مذهب یا عقاید مردم که بر اساس نظرسنجی‌های آماری به دست اومده نیز دست به بحث و انتخاب نمیزنیم. در عوض به تنها منبعی اتکا میکنیم که دانش مستقیم و شگفت‌انگیزی در این مورد دارن. تنها به یه متخصص رجوع میکنیم که در هر لحظه از هر روز از زندگی خود در حال جمع‌آوری اطلاعات لازمه تا سرانجامی سوال بزرگ او را آرام بذاره و اون متخصص تو هستی. ولی بیش از آن که بیش از حد هیجان زده بشی یا به این نتیجه برسی که تو صلاحیت این کار رو نداری، ابتدا بگم که ما در پی یافتن نقطه نظرها یا دیدگاه‌های تو در مورد این مسائل نیستیم. هیچ علاقه‌ای هم به کتابایی که خوندی یا کلاسایی که گذروندی یا سمینارهایی که شرکت کردی نداریم. تنها به تجربه شهودی تو از آنچه هستی نیازمندیم. ما به دنبال دانش تو نیستیم، در جستجوی تجربه مستقیم هستیم. میبینی که در این کار شکستی وجود نداره، زیرا خود تو چیزیست که هستی در هر زمان، در هر مکان. تنها کاری که لازمه بکنیم بیرون کشیدن این تجربه است، چرا که ممکنه درون تو بسیار پیچیده و گمراه کننده باشه. فصلهای این کتاب نه تنها
فصل‌های این کتاب تنها آینه‌هایی هستند که خود را در آنها از زوایای مختلف نگاه کنی و لذا سفری که آغاز می‌کنیم یه سفر درونیه و در این سفر هر جنبه‌ای از زندگی تو میتونه به کار بیاد. تنها چیزی که از تو درخواست میشه اشتیاقیه برای نگاهی صادقانه به خودت، به طبیعی ترین و شهودی ترین شیوه ممکن. به خاطر داشته باش اگر در تعقیب ریشه خودت هستی، در واقع دنبال خودتی. با خوندن صفحات به تدریج در میابی که خیلی بیش از آن که تصورشو میکردی از مسائل عمیق آگاهی. حقیقت اینه که تو همینک هم میدونی چگونه خودتو پیدا کنی. تنها گیج و آشفته شدی و تمرکز تو از دست دادی. وقتی توان تمرکز مجدد رو پیدا کنی، متوجه میشی که نه تنها قدرت یافتن خودت بلکه توان آزادسازی خودت هم داری. اینکه دست به این کار بزنی یا نه به طور کامل به انتخاب تو بستگی داره، ولی بدون که در انتهای سفر در لابلای این فصلا دیگه ابهامی باقی نمیمونه. با کمبود توان روبرو نیستی و هیچ سرزنشی رو متوجه دیگران نمی کنی. تو دقیقاً خواهی دونست چه باید انجام بدی و هرگاه انتخاب کنی که خود رو وقف این سفر کشف خویشتن‌سازی، حس عمیقی از احترام به موجودیتی که هستی در تو شروع به شکل گرفتن میکنه. تنها اون زمانه که معنای عمیق این توصیه رو قدر خواهی دونست که و بالاتر از همه با خویشتن خود صادق باش. بالاتر از همه با خویشتن خودت صادق باش.